ترکمن‌هایی که در منگسلا که در شوروی زندگی می‌کردند در اثر تغییر مسیر رودخانه آمودریا اونجا خشکسالی میشه و بعد ترکمن‌هایی که اونجا بودند مخلوطی از چندین طایفه به دو طرف مهاجرت میکنند. یکی به طرف های خیوه و به طرف مشرق، یکی هم یک تیپ بلوک هم در راه کنار دریا و قسمت های این طرف به طرف جنوب حرکت میکنند برای زندگیشون که این در لحاظ تاریخ که مثلا تاریخ عالم آرای عباسی اسکندر منشی، تاریخ احسن تواریخ رومرو و یک به اسناد و مدارک مثلا که قرن 17 مونده که مخلص در اختیار داره. ترکمن‌ها رفته رفته میرسند به این جایی از ایران که بین رودخانه اترک و یاقه که اونجایی که فارسا به نام دهات فارسا تا اینجا بیشترشون دو قسمت بودن تقریبا. بیشترشون میان کنار رودخانه گرگان مسکن میگذارن و دیگه که کوچنشینی داشتن و گوسفند و گاو و گوسفند داشتن و ایرخی داشتن. اینا بیشتر در پهنای به نام دشت ترکمن صحرا من میگم اینا، برای اینکه صحرا نیستیم، در دشت ترکمن اگر بگیم درست در اینجا مسکن میگیم. وقتی که پس این قومی که به اینجا میرسه در مقابل بیلربگی استرابات قرار میگیره، یعنی یکی از استانهای سرحد دولت صفویه. یکی بیلربگی مثلا خراسان، بیلربگی استراباد و بیلربگی آذربایجان. اینطوری چند اون استانهایی که اون شهرستانهایی که در سرحد قرار گرفته بودن اسمشو گذاشته بودن بیلربگی. ترکمنایی که به اینجا اومدن این قسمت بزرگ چند طایفه چند ایل مخاطی بودن که اینها بیشترشون مربوط میشن به بیلربگی استراباد. پس این ترکمنایی که اینجا اومدن مسکن گرفتن رابطه و دولت ایران وسیله بیلربگی استراباد برقرار میکنن کردن و بر اینجا مدارک و اسنادی به ما رسیده. اگر کسی میخواد کتابی بنویسه یا چیزی در مقوله بنویسه به اندازه خیلی کافی و نباشه به اندازه کافی اسناد و مدارک هست به ما رسیده قدیم. پس این ترکمن‌هایی که اینجا اومدن و مسکن گرفتن در داخل زمین کشور ایران و خود ترکمن‌هایی که اونجا اومدن این رو قبول دارن، چرا که ایده بزرگانشون قومانشون الغاب خان سلطان
سردار از طرف دولت مرکزی اینا چنین القابی دادند و این خانها گاه بعدی هستون صاحب درجه می شدن. مثلا حاج محمد خان که زمان مظفرالدین شاه و برادرم بوده، بزرگترین خان ترکمن بوده که ستاره بزرگ کالا بوده، ترهنگی میشه بود که اون موقع ممکن شروانی بیستاده بودن. خانوادهش این ستاره علامت درجه رو به من به شخص رو من نشون دادن، من دیدم به این به چشم خودم. بعد یه نفر دیگر به نام آنمراد قصاب، آنمراد خان قصاب، که به این هم درجه ستوان دومی داده بودن که بعد از در زمان رضا شاه هم او بود. با همون لواس هم که درجه ستوانی میگشت که در این شبرون این خان که اونجا میرفت و چیز میکرد، اهالی اون رو گرفتند و کشتند و اون کسانی که اینا رو کشتند به طرف شوروی کش کردند. یک دیگر از اینا میشه گفت مثلا استوار مولا حسین نیازی رو میشه گفت که به این هم از طرف دولت این درجه را داده بودن. زمان رضا شاه زمان این موقع فرماندار که اینا چیز میکرد بیشترش سرگرد حکیمی یا عبدالله خان یا احمد خان حکیمی اسمش بود، هر تبریز. خب بدین ترتیب وقتی که اینا اومده بودن مثلا در اومچلی پیرمردان ما تعریف میکردن که اومچلی پر از علف و خس و خاشاک پر بوده، از نی و نیزار تقریبا بوده. وقتی که میخواستیم مثلا زراعت بکنیم شوق بلند میشدیم، یک آدمی کم عقلی داشتیم که یک کمی ناقص العقل بود که این رو اول با اسب میفرستادن که این تمام این اطراف راه رو تکون بده، بارانها و اون چیزایی که شبنم‌ها که نشسته بوده بریزه و بعد بقیه که یکم حقوق بودن و مثلا درنگتر بودن پشترشون میرفتن برای زراعت خودشون، برای کارهای خودشون سواره. اینها پیرمردان قدیم که در حدود 150 سال پیش رو تعریف. این ترتیب اینها در ترکمن صحرا یا در دشت ترکمن ایران، دشت ترکمن ایران مسکن گزیدن. روابطشون با بیلرگی استراوات و همچنین بعد روابطشون با دولت‌های قاجاریه و رضا شاه همینطور ادامه پیدا کردن.